سلام، مخلص شما موشکافم. عرضم به حضورتون که این چند روزه من بدجوری حیران اقتدار نظام ولایت شدم. یعنی این انسجام ولایی منو کشته. نظام ولایت فقیه نگو، جیگر زلیخا بگو. یه وزیر علوم میخوان انتخاب کنن، پدر صاحب بچه رو در آوردن. از قدیم گفتن تا 3 نشه بازی نشه، الان 4میشم کله پا شد. وزیر پیشنهادی علوم نتوانست اعتماد بهارستان را جلب کند. بابا چرا نتوانست؟ نه جدی سوالمه، مگه این بابا کی بود؟ از ایادی استکبار بود یا از یاوه‌گویان شرق و غرب؟ دوستان عزیز، نماینده های محترم، من در تمام دوران کاری 40 سالم همیشه سرباز این نظام بودم. من فرزند انقلابم. من از زمان پیروزی انقلاب کارم را در سپاه شروع کردم و در دانشگاه هم که بودم توجه خاص به مسائل جنگ داشتم و همینطوری که ریاست محترم جمهور فرمودند کسی بودم که دانشگاه را به جنگ بردم. چه دانشجوش را از طریق اعزام دانشجو، چه اساتید را. بابا یارو پاسدار بوده که تازه تو دامن امامم پربار شده، نکنه التزام نداره ها؟ مهم وفادار بودن به انقلاب اسلامی، به نظام اسلامی، به رهبری انقلاب، به قانون اساسی و خدمت به مردم. اینها برای ما اهمیت داره. والله بنده موشکاف که پاک گیج شدم. آخه چی شده که این نظام ولی فقیه حتی پاسدارای خودشم داره یکی کله میکنه؟ جریان چیه؟ چه به روز این ولی فقیه اومده؟ یه دلواپسی ناکسی جونوری پیدا نمیشه تو این استبل ولایت به ما جواب بده؟ شرایط کشور خطیره. ما در فتنه و در بهانه جویی به سر میبریم که نظام سلطه به واسطه بهانه‌های مختلف به کشور ما تحمیل میکنه. امروز دولت و نظام در مواجهه با فتنه‌های جهانی و بهانه‌جویی‌های آمریکای خونخواره. منطقه توسط دست نشاندگان آمریکا در آتش می‌سوزد و مشکلات اقتصادی در کشور هست و متاسفانه عده‌ای به دنبال بهانه‌جویی و به دنبال التهاب آفرینی هستند. آها کی تو؟ پس داستان بار گذاشتن کله پاچه ولایته. خب این شیخ پری مگه نمیدونه اوضاع بحرانیه؟ پس چرا یکی رو میاره که خودشم میدونه کلش میکنن؟ شریعت نداری؟ گفته شیخ پری داره لجبازی میکنه. نظرت چیه حسن فرفره؟ که برخی از رسانه ها کلمه لجبازی رو برای رئیس جمهور یا برای مجلس به کار میبرند، به نظر من این واژه مناسبی نه برای مجلس محترمه و نه برای دولت. اینجا جای دعوا به اون مفهوم معروف نیست، جای تنازع نیست. ما دو قوه‌ای نیستیم که بخواهیم با هم تنازع کنیم، روبروی هم بایستیم. ما هر دو اهل تعامل هستیم و میخواهیم در کنار هم مسائل کشور رو حل بکنیم. راز بقا رو ول کن آقا. جلسه رگ اعتماد مجلس رو بچسب. همچین استخون همدیگر رو میجوهن که انگار مسابقه است. نوچه های ولی فقیه میگن پاسدار بودی،
جبهه بودی، هر چی بودی واسه خودت بودی. فتنه چی شد؟ اگه خط قرمز فتنه خطی بشه، اون وقت دیگه امشو شوشه، حمام پریشونه. آقای رئیس جمهور، دولت محترم، نمایندگان محترم، ملت بزرگ ایران، مقام معظم رهبری فرمودن فتنه خط قرمز ماست. ما از این خط عبور نمی کنیم. من سریع و روشن عرض می کنم اگر 20 نفر دیگه معرفی بشوند و ویژگی نیلی منفرد، فرجی دانا، دانش آشتانی رو داشته باشند، این مجلس رأی نخواهد داد. شیخ پری و شرکا هم میگن بابا نکنید این کارا رو، اینقدر عمامه ولایت و فتنه مالی نکنید. والله بالله دشمنان نظام دست میگیرن، میخندن به ریشمونا. کاری نکنیم که برای ما طنز درست بکنن و به صورت پیامک در بیاد که برای حل مشکل دولت و مجلس وزیر پیشنهادی باید بعد از فتنه 88 به دنیا آمده باشد. حقا که خنده بازاری شده. این بزن فقط اون یارو کوچوکوفو کم داره که یه عربده ولایی بکشه و سیرداغ پیازداغ این آش شوربای عظما رو بیشتر کنه. ببینید چه پاچه‌ای از مشاور شیخ پری میگیره. ولی شایسته نیست آقای رئیس جمهور که محور بحث‌هاشون تذکر به اخلاق بود رها کنند مشاور خودشون رو و مهار نکنند و ایشون قبل از هر رأی گیری یک دسته گلی به آب بده، یک بار بگه مجلس یا در روز بعد تسلیم باجخواهان میشه، یک بار بگه مجلس در حدی که در مذاکرات دخالت کنه نیست. آقای آشنا، من اصلا عرض میکنم شما این لباسی که پوشیدی قد برت نیست، برای همین حرفای بزرگتر از دهنت به مجلس میزنی. نه خیر آقای ابوترابی، شأن مجلس این است که یک مشاور دست چندم رئیس جمهور حق نداره بگی که مجلس حق دخالت در مذاکرات نداره. آقای رئیس جمهور که تذکر به اخلاق میدن این مشاور خودشون رو مهار بفرمایید. پاشید بابا، پاشید جمع کنید بند و بساطتونو، پاشید که فضاحت ولایت عالمو برداشته. حالا دیگه هر کیم هر شک و شبهه‌ای داشته باشه با دیدن این صحنه دوزاریش میفته که نظام ولایت به چه فلاکتی افتاده. این ره که تو میروی به قبرستان است علی گدا. برو ببینیم با سر میری یا جفا. حالا یه نفر جواب بده که بالاخره چرا این سوپر پاسدار رو کله کردن؟ از ترس چی بود؟ زاکانی تو بنال. امروز کشور نیاز به آرامش داره. جناب آقای رئیس جمهور فرمودند که ما باید تنور رو گرم کنیم و نان برای به مردم بدهیم. جناب آقای رئیس جمهور، با شرایطی که ایجاد شده، با این شرایط نه تنور گرم می شود بلکه در جامعه آتشی برافروخته خواهد شد که تمام منافع ملی و شرایط کشور رو به باد خواهد داد. بله، آتیش تو راه، اونم چه آتیشی؟ آتیشی که بنیاد ولایت رو از ریشه دود میده تا منافع ملی رو به صاحباش برگردونه. منتظر باشی.